در درس چلم ما به شما رسیدیم. در درس چلم قسم هفتم است. بسم الله الرحمن الرحیم. توحید در خوف و خشیت و رهبت است. اینال ما به شما در درس قبلی رجا را خواندیم. پس انسان مسلمان در قلبش خوف و رجا می داشته باشه. اینال رجا را وقتی که خواندیم باید خوف هم بفهمیم و قلب انسان مسلمان باید بین خوف و رجا باشه. بین خوف و رجا باشه. خوف اینال خوف است و خشیت است و رهبت است. خوف چی را میگن و خشیت چی را میگن و رهبت چی را میگن؟ ارسیش ترس از الله است، لکن فرق میکنه با هم. خوف در لغت به معنای ترس و در ناک شدن قلب به سبب رسیدن به یک چیز ناخوشایند می باشه که بر ما یک مصیبت نرسه. و در اصطلاح عبادات قلبی توحیدی هو خوف التعله و هو الخوف الذي يترتب عليه ذل و خضوع و یقصد به الله عز وجل. میگه این خوفی که در عقیده ما و شما میخوانیم، این خوف عبادت است. یعنی یک عبادت است که مربوط قلب است، که قلب انسان و هو الخوف الذی، ترس است که در قلب انسان می باشه به اساس ایمان قوی که انسان می داشته باشه، به مو اندازه از الله ترس می داشته باشه. یترتب علیه ذل و خضوع، که به همراه ازی برای انسان ذلت در مقابل الله و عاجزی در مقابل الله پیدا میشه. وقتی انسان از الله ترسید، بسیار در مقابل الله احساس ذلت و خضوع و عاجزی میکنه. و یقصد به الله عز وجل، و اینجا مقصدش الله می باشه که الله از پیش من راضی باشه و می ترسه که الله از من ناراض نشه، از من خفه نشه. و این خوفه که خوف عبادت است، که دو خوف دو ذلت است و خضوع است و امیدوار از الله می ترسه انسان. این خوف چی است؟ این رکنی از ارکان عبادت است و این از عبادات قلبی هست و این نباید کسی برای مخلوق این خوف انجام بده. و این خوف به همراه تعظیم و محبت و امیدواری میشه. یعنی خوف توحیدی به همراه تعظیم الله، به همراه محبت الله و به همراه امیدواری الله. قلبا هم از الله میترسیم، هم با الله محبت داریم، هم به الله امیدوار هستیم و هم به الله سبحانه و تعالی چی هستیم؟ عظمت و بزرگی از او در قلب ما هست. خوف است به امرای محبت، خوف است به امرای تعظیم، خوف است به امرای امیدواری. این کلش در قلب انسان یک جای میشه. این هست خوف توحیدی. الله متعال در دلیل عزیز قرآن عظیم شان، الله سبحانه و تعالی میگه که انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. بفهمین یقینا که شیطان دوستای خدا میترسانه. شیطان دوستای خدا از خود و از بتها و از معبودای باطل میترسانه. فلا تخافوهم، پس شما از معبودان باطل و از طواغیت و از شیطانهای انسانی و جنی نترسین. و خافونی، الله متعال میگه فقط از ما بترسین. سکنین اینجا خافونی، این نونزرنی که هست در پشت سر از یک یای متکلم است، حذف شده. یعنی الله متعال میگه که از ما بترسین و در اینجا امیای متکلمه برای مفرد، چون موضوع اعتقادی هست. یعنی فقط ترس عبادتی را که در اونجا محبت و تعظیم و ذلت و خدا عاجز میسید در مقابل الله و عظمت الله در قلبت می باشه. این کدام خوف است؟ این خوف عبادت است. در خوف عبادت در قسمت الله انسان چی می داشته باشه؟ محبت الله، عظمت الله در قلب می باشه، خوف الله می باشه و امیدواری به الله می باشه. در قسمت مخلوق چی است؟ که انسان همین قسم که امیدوار به الله هست، به الله خود ذلیل می سازه، به الله خضوع می داشته باشه، خشوع می داشته باشه، عاجزی می داشته باشه و بسیار شکست می داشته باشه در مقابل الله سبحانه و تعالی. در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ امام طبری رحمه الله میگه که عن عائشه انها قالت یا رسول الله الذين يأتون ما اتوا وقلوبهم وجله. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها در مورد تفسیر از این آیت قرآن از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان میکنه
میگه که در این آیت قرآن الله میگه الذین یأتون ما اتوا و قلوبهم وجله، کسایی که انجام میده آنچه را که انجام میدن و قلبهایشان در ترس است. آل ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها مفسر قرآن است و محدث است و به رتبه فتوا رسیده بود و فتوا میداد و بسیار از جمله فقهای بزرگ عصرش بود. این خانم بسیار با عظمتی که همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم است و مادر همه مسلمان های جهان هست. مسلمان های موحد، اما کسایی که مشرک هستن و بیدین هستن و مرتد هستن و قبول ندارن اونا رایشان جدا است. اما از مؤمنین موحدینی که به قرآن یقین دارن و ازواجه امهاتهم، این مادرشان است، مادر صحابه هست، مادر تابعین، مادر تبع تابعین و مادر ما مسلمان های موحد تا روز قیامت است. این مادر بزرگوار ما و شما مفسر بزرگ قرآن است. چی مادر ما و شما داشتیم، چقدر با مادر بزرگ ما و شما داشتیم که الله متعال بر ما و شما مادر معرفی کرده که این عالم بود و مفسر قرآن بود و حافظ قرآن بود و محدث، بسیار از جمله کسایی است که بسیار حدیث روایت کرده، یعنی بسیار محدث بزرگ است و فقیه بزرگ بود و حتی به درجه فتوا رسیده بود و در ادب و ایگپا هم دست بسیار بلند داشت. یعنی شخصیت بسیار عالی که سبحان الله انسان وقتی مطالعه میکنه ایران میمانه سبحان الله که بعضی خانم ها هستن که از هزاران مرد کردن مقام و منزلت بسیار عالی داشتن و از جمله یکی هم مادر ما و شما ام المؤمنین عایشه صدیقه هست رضی الله عنها و ارضاها. این در قسمت آیت قرآن از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان میکنه که آیا منظور از این آیتی که میگه که الذین یأتون ما اتوا و قلوبهم وجله اهو الرجل یزنی و یسرق و یشرب الخمر، میگه آیا منظورش است که یک کس مثلا یک شخص زنا میکنه و سرقت میکنه و شراب میخوره، باز این آیت ایره در بر گرفته؟ قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم برش گفت که لا یا ابنت ابی بکر او یا ابنت الصدیق. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که بسیار محبت خدا برای ام المؤمنین ابراز میکنه، باز میگه نه ای دختر ابی بکر صدیق یا ای دختر صدیق، یعنی دختر راستگوی، ولکنه الرجل یصوم و یصلی و یتصدق و یخاف ان لا یقبل منه. این رسول الله صلی الله علیه و سلم امیدواری حقیقی را معرفی میکنه. میگه نخیر، در این آیت قرآن وقتی که الله متعال میگه الذین یأتون ما اتوا، کسایی که انجام دادن آنچه را که انجام دادن. چی را انجام دادن؟ میگه کسایی که مثلا روزه میگیره، نماز میخوانه، صدقه میده و قلوبهم وجله، یعنی قلبهایشان در ترس است که همین نماز ما قبول نشه، همین روزه ما قبول نشه، همین عبادت ما قبول نشه. مثل که ابن ابی ملیکه رحمه الله یک تابعی هست، میگه 30 صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کردم و کل از اینا می ترسیدن در نفس خود از نفاق. یک دفعه مده منافقین حساب نشون، کدام صفت منافقین در وجود من نباشن. این قسم ترس داشتن. و مؤمنین واقعی هم کسایی هستن که اینا نماز و روزه و عبادت و جهاد و دعوت و ایمانداری کل کارا را میکنن، باز هم میترسه که نشه که من این کارا را میکنم الله از ما قبول نکنم. امام بخاری رحمه الله در این قسمت میگه که در قسمت خوف میگه که عن ابی هریره عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، این حدیث شریف، 7 یذلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. 7 طایفه مردم هستن که الله متعال اونا را در روز قیامت در زیر سایه عرش خود جای میده، روزی که هیچ سایه نمی باشه بغیر سایه عرش الهی. سبحان الله. یعنی شما تصور بکنین در روز قیامت آفتاب به اندازه یک نیزه به سر انسان نزدیک میشه. حال اگر آفتاب رو ببینین به هزاران و شاید به میلیون ها متر و به نیزه از سر ما و شما دور باشه، لکن امی آفتاب اگه بسیاری وقتا ما و شما در تابستان میگردیم سر ما برهنه باشه، فرق انسانی آتش امی آفتاب حرارتش تأثیر میکنه. در روز قیامت میگه این آفتاب به اندازه یک نیزه پایین میشه. این آفتاب روز قیامت است.
یکی آفتاب امروزی دنیایی ما و شما هست که اذا شمس و کویرات و اذا نجوم کدرت، این سیستم نظام از بین میره. دیگه آفتابی را که الله متعال خلق میکنه، این آفتاب به اندازه به سر انسان ها نزدیک میباشه، به اندازه یک سر، به اندازه یک نیزه، و بسیار حالت خطرناک است. از این خاطر یک کسی در احادیث یک کسی مثلا تا زانوی پای خود در عرق خود غرق کرده که در عرق خود غرق است. یک کسی میگه تا سینه خود، تا این قسمت بدن خود مثلا در عرق است. یک کسی دیگه مثلا تا سینه خود در عرق خود غرق است. یک کسی دیگه تا بینی خود. یک کسی کاملا نظر به اعمال و نظر به گناه های خود. اینال رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه دمی حالتی که آفتاب به این اندازه آمده و دیگه هیچ سایه نیست بغیر از سایه رحمت الله که سایه عرش الله است. بغیر از سایه دیگه سایه نیست و این آفتاب هم به این اندازه هست و مردم هم به این حالاتشان هستن که غرق هستن در عرق خود به این اندازه. آل رسول الله صلی الله علیه و سلم یک بشارت میده به 7 طایفه اشخاص. میگه این 7 طایفه اشخاص کی هستن که اینا در روز قیامت در زیر سایه عرش الهی می باشن. شما بعضی اوقات اگر در یگان استادیوم ها دیده باشین که مثلا یکی تعداد مردم مثلا کلگی در زیر هفته و ترا مثلا مسابقه را سیل میکنن، یا بسکشی هست یا فوتبال هست یا یک چیز، مردم کلشان در اونجا شیشتن استاد هستن که سیل میکنن، لیکن یک تعداد هم مردمایی که خاص هستن اونا باز برشان همه چیز هست اونجا، تا جای در سایه هستن و برشان آیر کندیشن و همه چیز هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما میگه که در روز قیامت اینی 7 طایفه مردم، وقتی که کل مردم در حالت خطرناک هستن، یک طایفه مردم در زیر سایه عرش الله هستن، یعنی مهمانای خاص الله هستن. الله متعال نصیب ما و شما بکنه و انسان کوشش بکنه که از این 7 طایفه باشه. اولش امام عادل است، یعنی اولش خلیفه مسلمان ها هست. او خلیفه مسلمان ها که عادلانه حکم میکنه مطابق شریعت الله، مطابق قرآن و سنت. این خلیفه مسلمان ها، این امام مسلمان ها، این در زیر سایه عرش الله می باشند. در روز قیامت الله برشان یک مقام میده. دوم ازی و شاب نشأ فی عبادت ربه، و دوم جوانی هست که این از جوانی در عبادت الله مشغول هست. یعنی بعضی کسا هست در جوانی گناه میکنه و هر کار میکنه و باز میگه که ریش سفید شدم پیر شدم باز توبه میکنم. اما یک جوانی هست که در وقت قوت هست، در وقت زیبایی هست، در وقت تندرستی هست، هر کار کرده میتونه، هر گناهی را مثلا امکاناتش داره، دمی وقت ای در عبادت الله میباشه، در طاعت الله میباشه، از گناه و معصیت خود دور میسازه. سوم و رجل قلبه معلق فی المساجد. سوم شخصی هست که در روز آخرت، این جوانه ببینیم نوش جانت زوت جوانا، خوشا به حال شما جوانایی که در سن جوانی هستین و این حدیث عمل میکنین و از این حدیث با خبر هستین و مهمان خاص الله سبحانه و تعالی میشین. واقعا برای شما جوانایی که در عبادت و طاعت الله و در سنگر جهاد و فی سبیل الله و در هجرت هستین و شهادت نصیبتان میشه و در طاعت الله هستین، خوشا به حال شما جوانان. و رجل قلبه معلق فی المساجد. سومین شخصی که مهمان الله میباشه در روز قیامت، اونا کی هستن؟ کسی که قلبش با مساجدی که در اونجا واقعا امام موحد است و مقتدیای موحدین هستن و 5 وقت در عبادت الله می باشند. این قلب ازی با مساجد است که نماز صبح چه وقت است که از پیش ما جماعت تیر نشه، پیشین چه وقت از جماعت تیر نشه، دیگر چه وقت از شام و خفتن. چهارم 2 کسی هستن، ببینید 2 شخصی هستن که اینا هم مهمانای خاص الله هستن. اونا کی هستن؟ و رجلان تحابا فی الله. 2 شخص هستند که یکی دیگه خود به خاطر الله دوست دارن. یک مرد است، مرد دیگه را دوست داره. به خاطر چی؟ به خاطر رضایت الله می شخص دوست دارم. یک پسر است، پسر دیگه را، یک جوان از جوان دیگه را به خاطر چی مورد دوست دارم؟ به خاطر که بسیار دیندار است. یک خواهر از خواهر دیگه را به خاطر دین الله دوست دارم. اینی محبتی که انسان با یک مخلوق به خاطر رضایت الله می داشته باشه. چون دیگه محبت ها بعضی کسا یک کسی به خاطر قوارش دوست می داشته باشه که خوب زیبا هست، یک کسی دیگر به خاطر مالش دوست می داشته باشه، یک کسی به خاطر مقام و منصب و دارایی و امکاناتش
یک کسی به خاطر قوتش و به خاطری که قهرمان فوتبال است و قهرمان بوکس است ایناله. اما یک کسی دیگه هست که یک کسی دیگه را فقط به خاطر رضایت الله دوست داره. ایناله میگه وقتی که دو شخصی یکی دیگه خدا به خاطر الله دوست دارن که اجتماع علیه، با هم یک جای میشینن قسم میکنن به خاطر رضایت الله. و تفرق علیها، وقتی که جدا هم میشن با امو حکم الله، ایناله ای تو شخص هم در زیر سایه رحمت الله میباشن. و رجل طلبته امرأة ذات منصب و جمال، و یک شخص دیگه هست که یک جوان هست، یک مرد هست که ایره یک خانم با زیبایی و جمال دعوت میکنه به طرف چی؟ به طرف زنا و گناه. و برعکس از این هم میشه که مثلا یک خانمی باشه که در مقابل از او مردها و کسایی هستن که ایره تشویق میکنن به گناه و به این گپا. ایناله ای چی میگه؟ اینی اخاف الله. این شخص بر از او کسی که هم جمال داره و هم زیبایی داره برش میگه که من از الله میترسم. پس این از امی گناه، از این جنایت، از این چیز دوری میکنه، از رفیق و گرلفرند و بایفرند بازی و گپا اجتناب میکنه، میگه من از الله میترسم و رابطه نامشروع سری با امرای شما نمی داشته باشم. و رجل تصدق، امی اخاف الله در امی جای ما و شما، درس ما و شما در خوف الله هست. و رجل تصدق، و یک شخص دیگه هست که تصدق، صدقه میکنه، خیرات میکنه. اخفا، امی صدقه خدا میخواه مخصوص الله باشه، میگه ایره پت میکنه حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. ایتو مخفی بر فقرا کمک میکنه، بر مسکینا کمک میکنه، بر مجاهدین کمک میکنه. کل ای کمک های ازی بگه ایتو مخفی میباشه که حتی شماله، حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. حتی میگه دست چپش نمیفهمه که دست راستش چی داده هست. یعنی هیچ کس سرش خبر نیست که اینقدر نفقه کرده و مصرف کرده. و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، و یک شخص دیگه میگه که به تنهایی، تنها ششته هست، پیش خود در اتاق دروازه بسته هست و تنها هست یا نیم شب خیسته هست و الله را یاد میکنه و قطرات اشک از چشمای جاری میشه به محبت الله و خوف الله و ترس الله و امیدواری الله. از گناه خود گریه میکنه، از اشتباهات خود مثلا گریه میکنه، با اساس محبتی که با الله داره گریه میکنه، با خوفی که از الله داره. ایناله این شخص هم، یعنی این 7 طبقه مردم در زیر سایه عرش الله هستند. و این دلیل بود در حدیث شریف، دلیل از خوفی که خوف توحیدی هست. و در این ما و شما امو حدیث دیگر هم خواندیم که جوانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالت مرگ پیشش رفت که امام ابن ماجه روایت کرده بود که پرسانش کرد که حالت چطور است؟ گفت که من از گناههای از الله میترسم و چون گناهکار هستم و امیدوار هستم که چی شود، امید هستم به رحمت الهی. و علمای اسلام در مورد خوف چی میگن؟ عمر رضی الله تعالی عنه، ببینید خوف اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. عمر رضی الله تعالی عنه وقتی انسان شخصیت عمر رضی الله تعالی عنه را مثلا مطالعه میکنن که وزیر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، یار رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و از جمله عشره مبشره بالجنت است که به جنت برزی بشارت داده شده هست و کسی هست که حتی گپ‌هایش قرآن تایید میکنه. و عمر رضی الله تعالی عنه کسی است که اینمی منطقه امپراتوری فارس، کلش امپراتوری فارس، چقدری از امپراتوری روم در زمان خلافت ازی فتح شدن و عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه عادل و صفات بسیار عالی که عمر رضی الله تعالی عنه داشت. لکن با وجود امی که هزاران هزار نفر توسط از این مسلمان میشه و هزاران هزار کیلومتر مناطق در تصرف مسلمان ها میشه و در خاک مسلمان ها داخل میشه و کسی که مقرب ترین انسان هست که همیشه رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر و عمر، رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر و عمر، اینقدر مقام عالی که داشت، با وجود از این هم ببینین خوفش از الله چه قسم است. یاد بگیریم ما شما میگیم ما به منهج صحابه میریم. صحابه خو این قسم بودن،
این قسم اعمال داشتن که به هزار میلیون ها نفر توسط از مسلمان میشن و هزاران کیلومتر سرزمین کفری در خلافت اسلامی داخل میشن و خلافت اسلامی داره که در 3 قاره جهان در وقت عمر رضی الله عنه بیرق لا اله الا الله در اهتزاز است، در اروپا، آسیا و افریقا. نیم اروپا را گرفته و آسیا را هم تا منطقه سینکیانگ چین تا این منطقه رسیدن و در افریقا هم تا منطقه سنگال این منطقه رسیدن. در غرب مالی که مالی میگن و سنگال این منطقه را بین کلش در وقت عمر رضی الله عنه مسلمان ها بیرقش این منطقه رسیده و فتوحات اسلامی به این اندازه جریان داشت. ولی با وجود از این عمر با این بزرگواری خود چی میگه؟ لبنادا مناد من السماء، میگه اگر یک صدای از آسمان شود که ایها الناس، ای مردم، انکم داخلون الجنه كلكم الا رجلا واحدا لخفت ان اكون انا هو. میگه اگر از آسمان صدای شود که ای مردم، یعنی از جانب الله صدای شود که کل شما جنتی هستین، یک شخص در بینتان دوزخی است، میگه من اقدر ترس دارم که همون شخص در بین کل مردم من نباشه. به این اندازه انسان مسلمان خوف از الله متعال می داشته باشه. عبدالله ابن عامر ابن ربیعه رحمه الله میگه که عمر ابن خطاب دیدم که سبزه را گرفته بود. میگه عمر رضی الله عنه یک سبزه را گرفته است. یا لیتنی هذه التبنه، یا رسول میگه یا ای کاش من اینی چی می بودم، اینی گیاه می بودم. چرا این گیاه که است حساب نداره، کتاب نداره، صراط تیر نمیشه، پل صراط دوزخ نداره، سختی ها نداره، جان کندن نداره. یا لیتنی هذه، میبینیم عمر رضی الله عنه با این مقام عالی، لیکن باز میگه یا لیتنی هذه التبنه، کاش که من مثل از گیاه می بودم. لیتنی لم اکو شیئا، کاش که من هیچ چیز نمی بودم. لیت امی لم تلدنی، کاش که مادر مرا تولد نمیکرد. لیتنی کنت نسیا منسیا، کاش که من فراموش میبودم که هیچ کس مرا نمیشناخت. اینقدر ترس الله در وجودش است و اینقدر از الله میترسن. این اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگفتن که الله مؤمنان را که از مقامش میترسن و فرایضش را ادا میکنن به جنت وعده کرده است. الله متعال او بنده هایی که واقعا از الله میترسن و احکام الله را اطاعت میکنن به جنت خود وعده کرده. و ابو هریره رضی الله عنه در مرضش گریه میکرد. گفتن چرا گریه میکنیم؟ گفت به خاطر سفر طویلم. شما ببینید ابو هریره رضی الله عنه خود وقف کرده بود برای دین الله و به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابو هریره رضی الله عنه 24 ساعت تا ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم در منزل خود پیش همسرای خود میرفت، ابو هریره رضی الله عنه همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و به اندازه با رسول الله صلی الله علیه و سلم محبت داشت که وقتی که سیرت ابو هریره رضی الله عنه را بخونه انسان تعجب میکنه و در جمله مکثرین حدیث است. بسیار زیاد حدیث روایت کرده. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، حاکم نیشاپوری، سنن نسائی، سنن ابی داود، مسند احمد ابن حنبل، موطأ مالک ابن حنبل، کلی کتاب را که باز میکنی عن ابی هریره. لکن ابو هریره رضی الله عنه خدمت بسیار بزرگی برای اسلام کرده. لکن با وجود از این ابو هریره رضی الله عنه چی میگفت؟ میگفت که من از الله میترسم به خاطر سفر طویلم و کمی توشه ام گریه میکنم. به خاطر سفر طویلم گریه میکنم و توشیم میگه بار ما کم است. چه خدمتایی کرده ابو هریره رضی الله عنه از جهاد و از دعوت و از حفظ قرآن و حفظ حدیث و روایات. با وجود از این میگه توشیم بسیار کم است و من به طرف جنت و دوزخ میروم، نمیدانم که به سوی کدام یک برده میشوم. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگفت که مؤمن گناهانش را مانند کوه میداند. یعنی صفت مؤمن چی است؟ که گناه خدا مثل یک کوه میبینم. یک گناه که میکنه فکر میکنه یک کوه بالای سر من استاد شد. چی گناهی کرده؟ میترسد صبح و شام که در زیر آن نشسته و میترسد که بالایش برگردد.
یعنی مؤمن از گناه خود مثل چی میبینه؟ مثل یک کوه میبینه که در بالای سرش هست که عالی در سرم چپنشه. اما انسان فاجر میگه فاجر گناهانش را مانند پشه میبیند که بالای بینیش تیر میشود. او هر گناه که میکنه مثل یک پشهک واره، برش هیچ ارزش نداره. این فرق است در خوف و رجای مؤمن. مؤمن اینقدر خوف داره که یک گناهی که میکنه این مثل یک کوه فکر میکنه. اما فاجر که خوف از الله و ترس از الله نداره، فاسق و فاجر و گناهکار، این چی میکنه؟ گناهش بسیار برش به ارزش معلوم میشه. شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه که خوف حقیقی خوف است که از حرام مانع تو شود. این علامت نشان میده. خوف حقیقی کدام یکیست؟ میگه اگه تو میگی که من واقعا از الله خوف و ترس دارم، او تو خوف باید داشته باشی که وقتی گناه میکنی این ترس مانع چی شود؟ مانع گناه شود. و ابن قیم جوزی میگه که ان المؤمن جمع احسانا و خشیتا، میگه مؤمن جمع کرده احسان نیکی و خشیت و ترس را، هم نیکی میکنه و هم ترس داره. و المنافق جمع اساعتا و امن، و منافق چی است؟ هم گناه میکنه هم آرام در امنیت است، هیچ خوف و ترس نداره. این فرق است. یعنی مؤمن نیکی هم میکنه، در نیکی ها بسیار نیکی میکنه و هنوز هم میترسه. منافق در گناه ها غرق است و هنوز هم چی است؟ هنوز هم در این پروایش نداره. ابو حفص عمر بن مسلمه نیسابوری میگفت خوف میگفت چراغ قلب است که توسط آن نیک از بد تفکیک میشه. این چراغ است، چراغ قلب است که وقتی خوف در قلبت باشه نیک و بد تفکیک میکنی. از هر کسی بترسی از او فرار میکنی مگر از الله که هر قدر از او بترسی با مو اندازه به اون نزدیک میشی و میترسی. الله متعال میگه ففروا الی الله، به طرف الله فرار بکنین، به طرف الله فرار بکنین. ابو سلیمان میگفت که خوف از هیچ قلب دور نشد مگر اینکه آن قلب ویران گردید. قلبی که ترس الله در اون نیست و قلب ویران شده. ابراهیم ابن سفیان میگفت وقتی که خوف در قلب جاگزین شد جاهای شهوات را میسوزاند و دنیا را از انسان طرد میکنه. اگر واقعا خوف الله در قلب انسان باشه همون شهوات ها را میگه در میت از بین میبره، بازی که به شهوات ها زیاد فکر نمیکنی. و ذنون میگفت مردم در راه مستقیمن تا زمانی که خوف در قلبشان از قلبشان دور نشده. هنگامی که خوف از بین رفت راه را گم کردن. و ابو عثمان حیری میگفت که صدق خوف دوری از گناهان ظاهری و باطنی است. وقتی که یک کسی صادقانه خوف داشته باشه ای باز از گناههای ظاهری و باطنی دوری میکنه. و شیخ سلیمان میگفت که برای یک مسلمان واجب است که الله را از خوف عقوبتش عبادت نماید، زیرا خوف از بزرگترین واجبات قلبی است. یعنی انسان مسلمان باید عبادت الله را اتو داشته باشه که هم خوف داره و هم رجا داره.